فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی از نکابات سوال کردن که خانم من میخواد آرایشگری بانوان باز کنه. آیا آرایشگری خانم ها از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ بفهم. در مجموع در آرایشگری زنها آن چیزهایی هست که از لحاظ شرعی جایز است و چیزهایی هست که ناجایز است. از جمله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گرفتن باریک ساختن موهای ابرو ایرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لعن الله النامصة والمتنمصة. کسی که می رود به خاطر این کار، کسی که این کار را انجام می دهد، آرایشگر و آرایش کننده، هر دویشان لعنت کردن که به این حساب بوده باشد. و همچنین والمتفلجات للزینه، زنهایی که دندانه هایشان را یعنی با کمی کم کردن از اطراف دندانه ها اونها را به میانشان فاصله ایجاد میکنن تا اینکه یک نوع آرایش و زیبایی بیشتر برایشان پیدا شود. ایرا هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ممنوع قرار دادن و به انجام لعنت فرستادن. و سوم چیزی که هست پیوند دادن موی ها تا اینکه یعنی موی او کوتاه هست، پیوند به او میده تا به اینکه او را به نحو با آرایشتر و دارای موهای زیباتر به نمایش بگذارد تا اینکه کسی دیگری در اینجا به فریب حالت او میرود. سه هست. چهارم هم وضع است که در آرایش زن را شبیه مرد یا مرد را شبیه زن بسازد. بله. یعنی آرایشی که قطع موی های سر تا به حدی که یعنی به موی مرد شباهت پیدا کنه، و یا انجام دیگر آرایش هایی که زن را به مرد نزدیک شبیه بسازه یا که مرد را به زن شبیه بسازه. این چیزهایی است که در آرایش ممنوع قرار داده شده. در غیر او گرفتن موی اضافی روی هست و آرایش های دیگری که هست. همه از اینها انشاءالله الرحمن اشکال ندارد و با اجتناب و با پرهیز از وارد شدن به موارد نامشروع و نادرست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دهنده های هر چهار اونها را لعنت فرستادن و لعنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم دعای لعنت اونها چیزی کم و اندکی نیست. در غیر او موارد دیگری که آرایش میکنن هیچ نوع اشکال انشاءالله وجود ندارد. بله یک چیزی دیگری هست اینجا که فعلا افزایش شده، آرایش زن به لباس های برهنه یا نیمه برهنه، و اون هم اگر حضور در لباس هایی که برهنه باشد او اشکال کلیش هست، اما در لباس هایی که بعضی از قسمت های بدنی او نمایان می شود چیزی قسمتی نباشد که در دید زنها برای او ناممنوع باشد، در دید زنها برای او ممنوع بوده باشد، دیگر انشالله اشکالی ندارد. اما در اینجا که به این شکل آرایش را به شکل گرفتن که با لباس های نیمه برهنه یا برهنه با تقلید از غرب، اینجا مورد دیگری اشکالی هست که برمیگرده به نحوه لباس، اشکالی در لباس هست نه به اصلی آرایش.